سایا تو سکوت انگار صدا داشت، صدایی که فقط دل میفهمید، نه گوش. بعضی وقتا یه نگاه بلندتر از 1000 تا فریاد تو دل آدم میپیچه و سایا داشت با همون نگاه منو صدا میکرد. نمیدونستم دنبال چیم، ولی اون لحظه دلم فقط میخواست یکم بیشتر توی اون سکوت بمونم. توی دلش یه چیزی بود شبیه زخمی که صدا نداره، ولی دردشو میتونی از توی چشماش بخونی.